صبح بخیر ای روزی نیک از سپیده دم. صبح بخیر ای پرتو رخشان من. صبح بخیر ای هموطن دور از وطن. صبح بخیر ای مردم تاجیک سخن. درود بینندگان عزیز، باز یک صبح مراد فرا رسید و روز نو با خوشی و خرمی آغاز گردید. بگذار هر یک لحظه این روز جدید برایتان بالیده روحی، خوشنودی، خوشبختی و تندرستی و سعادتمندی ها را ارزانی دارد. این سفر هم ما گروه ایجادی برنامه صبحگاهی سپیده با دستگل سرود و ترانه، بخش های جدید و رنگین و دیدنی و ارمغان مهر و اخلاص و احترام به دیدار هم آمدیم تا فرصت دمی بیغمی بزنیم. حالا در آغاز برنامه با مهرنامه ما که توصیف و ترنم و حقیقت های وجود عالیه زندگی امان مادر را می کند توجه نمایید. مادر. در زیر این کلمه چقدر مهر و محبت، خوشگفتاری و خوشرفتاری و بزرگی و جسارت نهان است. در عالم مقدستر از مادر شخصیت دیگری نیست. آره، تمام هستی ما از وجود مادر است. مادر هر یک فرزند خود را با مهر بی اندازه و محبت بی پایان به وایه می رساند. دلبستگی مادر نسبت به فرزند بی مثل است. مادر فرزندش را هنوز در وقت در بطنش بودن دوست می دارد و احتیاط می کند. و شاعر بیهوده نگفته است: یک شب آن رنج که مادر کشید، با دو جهانش نتوان برکشید. از اینجاست که ما او را مقدس می شماریم و در لحظه های دشوارترین نامش را به زبان می گیریم و می گوییم: مادرم، مادر جانم. مهر و محبت صمیمی مادر و شب زنده‌داری های مادر، این همه را با هیچ چیز برابر نتوان کرد. مادر هست که ما در عالم هستی وجود داریم. مادر، شما سرچشمه حیات انسان هستید و عالم هستی به شما وابسته است. کلمه مادر واژه‌ای می باشد که در تمام زبان‌های جهان یک خیل آهنگ نوازشکارانه دارد. ما با وجود سن و سال، خواه طفل باشیم خواه بزرگسال، برایمان مادر و نوازش و نگاه وی نیاز داریم. و هر قدری که محبت کس به مادر زیاد باشد، حیات همان قدر فرح بخش و درخشان است. صبح را با دل بیکینه بغل باید کرد. زندگی را ره میراث و ثمر باید کرد. همه وقت مهر بورزید که این فاصله ها لحظه قیمت دیدار دیگر خواهد کرد. با همین مصرع‌های زیبا یک سپیده‌دم روزگار شیرین را به انجام میرسانیم. یادآور میشویم که برنامه صبحگاهی سپیده با جالبترین بخش ها پیشنهاد شما گردید و امیدواریم که خوشتان آمده باشد. تا دیدار دیگر شاد و پیروز باشید.